همکاری دارم، دوستی دارم. خب یه دوست خیلی خوب، الان چند سال واقعا بهش ارادتمندم. خانومیه که استاد دانشگاهه. خب ببینید، من پیرو کلیپ‌های قبلی، پدری داره خب تمکن مالی داره، 1000 متر خونه تو فرهنگ شهر، ثروت داره، طلا داره، ذخیره کننده دلار هست و طلا. خب این دختر امروز باقی مانده فرزندانته که شوهر کردن. امروز این چشمش به شماست. روزی اومد دفتر من واقعا با یه تیپ خیلی جدید و شیک. گفتم خانم دکتر خیلی تیپت بد میاد، خیلی زیبا شدی. گفت آره، خب در هیئت علمی جذب شدم و کارهام شد و استقلال مالی پیدا کردم. میتونم امروز دیگه به خودم برسم. امروز میتونم ماشینمو با مدیریت ببرم بالاتر. ببین پدر و مادر، شمایی که الان 60 سالته، خونه 1000 متری میخوای چیکار کنی؟ تو اون خونه 1000 متری تو جوانی به کارت میومد. امروز بفروش اون خونه رو. یه آدمی که الان 60 رد کرده، 70 رد کرده، 70 متر خونه برای زیاده، تو تمیزکاری، تو نظافت، تو امنیت. بابا بفروش این 1000 متر، تو اون طلاهاتو بیار بیرون، تقسیم کن به بچه هات. 2 تا بچه داری، 3 تا بچه داری، امروز بهش بده. امروز اون دختر لازم داره. فردا که 70 80 نهایتا 90 رسیدی، از این دنیا رفتی، اون ارث میخواد چیکار کنه؟ دختری که امروز پا به 40 سالگی گذاشته، شما 20 سال دیگه ثروتت بهش برسه، میخواد چیکار کنه؟ تو 60 سالگی چه لذتی براش داره؟ خونه 1000 متری تو الان چی به تو چی میخواد بده؟ واقعا یک مقداری به خودمون بیایم. هی میگن آقا مگر گذشته پدر من داد که داد، نداد که نداد، اون گذشته بوده. مگر قرار پدر تو اینقدر درست تصمیم گرفته باشه که تو اونو بکنی الگو؟ اگر اون تصمیمش درست بود الان افکارت این نبود. بابا یک کمی به خودمون بیایم، بدونیم واقعا چقدر شیرینه در جوانی، در عنفوان جوانی فرزندانمونو تقسیم مال کنیم، بهش بگیم که آقا این مال تو، اون مال تو. میان توجیه میکنن، میگن مالو حروم کنه. خب بکنه، مالشه، بعد از مرگت هم به همین میرسه و حروم میکنه. ولی امروز اون شیرینیشو تو جوانی بهش بده. انشاءالله که واقعا آپدیت بشیم، به روز بشیم و ببینیم واقعا نیاز جوانهامون، فرزندانمون چیه. یا حق مانا باشه.